به درس جدید خوش آمدید دوستان عزیزم. قراره که تو این جلسه حرف صاد و ت دسته‌دار رو با هم کار بکنیم. ابتدا صاد رو می‌نویسم براتون، یک خط صاف، یک منحنی و یک خط منحنی دیگه و اینم دایره. حالا اینا رو باید به هم وصل کنیم چون تو بحث آموزش هستیم. من نمونه خط نستعلیقش رو که با قلم نوشتم براتون میذارم اینجا براتون بزرگ می‌نویسم، یه خط کاملا صاف، یک منحنی و خط شیبداری که اینجا می‌نویسم و این قسمت که یک الف مثل یک الف میمونه و دایره. 1 2 3 و 4. در 4 مرحله میتونید اینو ساده سازی بکنید و اجرا بکنید. خب اینو که قبلا کار کردیم دیگه، فکر کنید که اصلا نیست، این شبیه یک نونه و حالا فقط این جدیده که به راحتی اینو شما میتونید اجرا بکنید و بنویسید. حرف بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم ت هست. اینم دوباره خط کاملا صاف، یک منحنی و یک خط شیبدار. اگه بخوایم خط زمینه رو بررسی کنیم و کجای خط زمینه قرار میگیرن این حروف، صاد همیشه از خط زمینه فاصله به این شکل داره، اندازه نقطه، و تم این قسمتش به این شکله و اینجا روی خطه. حالا من بزرگیشو می‌نویسم براتون، یه خط کاملا صاف، یک منحنی، ببینید این خط شیبدار زاویهش اینطوریه ها. اگر این خط رو تقسیم بر 2 بکنیم اینجا میشه وسطش و الفی که میاد اینجا قرار میگیره. الف هم که قبلا کار کردیم، 1 2 3 و الف 4. در 4 مرحله میتونیم بنویسیم. الف رو قبلا کار کردیم، بلدیم. این قسمت ترم که شبیه صاد بود و با هم کار کردیم، پس عملا این براتون خیلی سخت نیست نوشتنش. حالا من نمونه خوشنویسی با قلمشم براتون نوشتم که میذارم اینجا ببینید و ببینید اینجا یه خط صافه، اینم خط صاف، خط صاف، خط صاف، منحنی، منحنی. تفاوت صاد و ت من براتون اجرا میکنم. ببینید ما میخوایم بنویسیم صاد، ولی توی ت که میخوام بنویسم من شیبم اینه، این صاد به این شکله. میبینید این شیبش خیلی تندتره، اینجا شیبش نرمتره. من اگه بخوام ادامه بدم ببینید چقدر با هم فرق میکنن، ولی در کل خیلی شبیه هم هستن و پایه‌شون یکیه. بعد این قسمت منحنیه ولی اینجا یه خط شیبداره، صاف هم هست. ببینید اینجا رو کاملا صافه ولی اینجا یک منحنیه. تمام اصول و قواعد توی خوشنویسی یکسان هستن، ابزاره که متفاوته برای اجرای اونها و فقط نیازه که شما یک ابزار انتخاب بکنید و روی اون به مهارت برسید. پس الان ما هم خط تحریری که داریم آموزش میدیم، همراهش اصول و قواعد داریم آموزش میدیم تا شما با دقیق ترین اصول آموزشی آشنا بشید. تو این جلسه قراره که سین و شین رو با هم کار بکنیم. سین 2 حالت داره. حالت اولش دندونه‌ایه که الان براتون می‌نویسم. این قسمت رو بعد به هم وصل می‌کنیم و نوع دومش کشیده است و این قسمت رو وصل میکنیم. خب من نمونه خوشنویسی با قلم این 2 تا حرفم براتون اینجا میذارم که ببینید. دوستان عزیزم ببینید من بزرگ مینویسم براتون و شماره گذاری میکنم که هم بهتر ببینید و درک بهتری داشته باشید و بتونید به راحتی هم بنویسید. مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم،
این الف کوچیک یادتون هست تو دوایر بهتون میگفتم و 1 2 3 و 4. حالا نکته هاشو ببینید. این دندونه گوده، ولی این دندونه کفش یه خورده تختره و فاصله ای که اگه قرار باشه برای خودمون در نظر بگیریم فکر کنید یه نقطه تقریبا بزرگ، ولی اینجا ارتفاعش خیلی کمه. ببینید چرا؟ چون گودی نداره عملا. و بعد وصل میشه به این الف کوتاه که دربارش خیلی با هم صحبت کردیم و بعدم که دایره رو می‌نویسیم. حالا کشیده سین به چه شکلیه؟ خط زمینه ما کجاست؟ اگه قرار باشه که مثلا درک بهتری نسبت به جای مناسبی که خود سین قرار میگیره داشته باشیم، این قسمت روی خط زمینه است. اینجا یک ارتفاع بلند داره که به صورت چشمی شما بعداً به دست میارید و اینجا یه نقطه خیلی ریز فاصله داره تا خط زمینه و بعد دوباره الف رو داریم و دایره. حالا چند مرحله شد؟ 1 2 و 3. سینه کشیده در 3 مرحله می‌نویسیم. خیلی وقتا من دیدم که دوستانمون وقتی میخوام بنویسن سین اینجا رو به این شکل تیز میکنن. این غلطه. حالا من کوتاه می‌نویسم. ببینید اینجا یک منحنی داره. اصولاً خط نستعلیق پر از منحنی‌های نرمه، به خاطر همین که از زیباترین خطوط جهان حساب میشه، چون همش با لطافته. شما ببینید اینجا یک منحنی خیلی نرمی داره، ببینید اصلا تیزی نداره. توی خط قلمی هم اگه دقت بکنید ببینید اینجا نرمه و اینجا هم نرمه. پس تمام مواردی که اینجا توی خط تحریر من به شما عرض میکنم بر اساس اصول و قواعد خوشنویسی با قلمه و وقتی که شما اصول قواعد یاد بگیرید فقط میمونه استفاده از ابزارتون. امیدوارم که از مطالب این درس استفاده بکنید و به راحتی بتونید این حروف رو بنویسید.